تو این قسمت میخوام در رابطه با هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو ای آی صحبت کنم که الان خیلی سر و صدا کرده و تقریبا میشه گفت دلیل اصلیش هم اینه که در سال 2023 دسامبر اوپن ای آی نسخه 3.5 چت جی پی تی رو ریلیز کرد و انقدر کیفیتش بالا بود و انقدر جوابهای خوب و مرتبطی میداد به سوالا، باعث شد همه گیر بشه. یه رکورد خیلی جدید چت جی پی تی زد در اون زمان، این بود که در طول 5 روز تونست از 1,000,000 یوزر رد کنه. یعنی 1,000,000 نفر رجیستر کردن، ثبت نام کردن برای این سرویس. اگه بخوام مقایسهش کنم با شرکت های مشابه یا پروداکت های مشابه، مثلا اینستاگرام 2.5 ماه طول کشید به این عدد رسید، یا اینکه دراپ باکس سرویسی که فایلز ذخیره میکنه و شیر میکنه تقریبا 7 ماه طول کشید رسید به این عدد. هرچی میره جلوتر سرویس ها خیلی سریعتر میرسن. البته خب رقابت خیلی بالاتره و یه همچین سرویس های خیلی سریع میره. برگردیم به صحبتمون. تو این قسمت میخوام در رابطه با هوش مصنوعی مولد صحبت کنم و هوش مصنوعی مولد تجربیاتمو بهتون به اشتراک بذارم. این تجربیات رو من چند وقت پیش توی لینکدین در قالب 3 تا پست چه فارسی چه انگلیسی به اشتراک گذاشتم و اینجا براتون یه سری از اون مقاله رو تکرار میکنم، توضیح میدم و حالا یه سری چیزای جدیدتر هم بهش اضافه میکنم. صحبت سر این بود که اومدم تو این دورانی که داشتم تجربه هوش مصنوعی رو تو شرکت انجام میدادم، دیدم که یه سری اتفاقات و یه سری نظریات هستش که خیلی مرتبط با هوش مصنوعی نیستش. یه سری ترس ها هست، یه سری حقایق هست که کسی توجه نداره بهش. برای همین اومدم در قالب مقاله نوشتم. مثلا یکی از ترس های اصلی که همه دارن در رابطه با هوش مصنوعی، بلخص هوش مصنوعی مولد، اینه که میاد جای آدما رو میگیره. جواب صریح ندارم، ولی جوابی که تو تجربه من هست اینه که به سادگی نمیتونه جای آدما رو بگیره. دلیل واضحی هم بر اساس امروز دارم، به خاطر اینکه سرعت تغییرات انقدر بالاه، مشخص نیستش که در چند وقت آینده چه اتفاقی بیفته. توی امروز میتونم بهتون بگم که هوش مصنوعی همه چیز رو داره شبیه سازی میکنه. یعنی وقتی که شما از چت جی پی تی یه سوالی میکنید که حالت چطوره، مثلا میاد یه جواب احساسی بهتون میده، یه وقتی که اشتباه میکنه بهش میگید اشتباه کردم ازتون عذرخواهی میکنه، اینا همه شبیه سازی از احساسات هستن. حقیقتا نمیدونه چه خبره، چون ببینید پشت هوش مصنوعی یک ماشین هستش و این ماشین داره یه برنامه رو اجرا میکنه و تمام این اطلاعات رو از احوال ما داره. برای همین هستش که انقدر دقیق و قوی میتونه جواب بده. قدرت پردازش بالا، قدرت حجم اطلاعات بسیار بالا رو در اختیار داره. پس به این سادگی میتونه خیلی ما رو شبیه سازی کنه. اما واقعیت اینه که ببینید درکی از حس نداره، درکی از عشق نداره، درکی از دوست داشتن نداره. تمام احساسات اصلی که ما در بدنمون داریم به عنوان یک انسان و این احساسات روی ما تاثیر داره، هوش مصنوعی هیچ ایده‌ای در موردش نداره و فقط شبیه سازیه. پس به سادگی نمیتونه جای انسانو بگیره. شاید در آینده اگه ما بتونیم احساسات خودمون رو بهتر بشناسیم و مدلش کنیم به شکل ریاضی و بتونیم تاثیراتش رو روی قسمت‌های فکر کنید کامپیوتر بذاره، روی فیزیک کامپیوتر بذاره، خب میتونیم بگیم آره خیلی نزدیک شدیم به جایگزینی انسان. بحث دیگه ای که من تو اونجا مطرح کردم تو مقاله اینه که هوش مصنوعی همه چیز رو نمیدونه. بلخص هوش مصنوعی مولد که من موضوع صحبتم هستش وابسته است به حجم اطلاعاتی که بهش میدن. این حجم اطلاعات خیلی زیاده و این حجم اطلاعاتی هستش که انسان‌ها در طول سالها برداشتن مستندش کردن. روی اینترنت هستش، تو دیتابیس ها هستن. شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، مثل مایکروسافت، اینا یه عالمه این دیتا ها رو استفاده کردن برای سرچ انجیناشون، همه این اطلاعات رو دارن. برای همین وابستگی هوش مصنوعی به این دیتا ها هستش. البته چیزهایی که من دارم الان فالو میکنم و خبرهایی که دارم میشنوم اینه که خب ببینید الان روی یک سری از مدل های هوش مصنوعی دارن کار میکنن که این هوش مصنوعی داره پا فراتر از داده های انسانی میذاره و حتی خودش داره تحلیل میکنه اتفاقات رو. اینجوری در نظر بگیرید که یک انسانی که میتونه دنیا رو مشاهده بکنه، حالا از طریق تمام ورودی‌هاش مثل چشم، گوش، مثل لامسه و اینا رو تحلیل میکنه و بر اساس اتفاقات و تحلیلاتی که میکنه خروجی میده
هوش مصنوعی داره میره به اون سمت، میتونه تمام اینا رو تحلیل بکنه. حالا یکی از پیجایی هستش که من بعد بهتون معرفی میکنم، پیج کوشیار، حرف خیلی قشنگی میزد و توصیف قشنگی میکرد که یک سری از این هوش مصنوعی هم هستن مثلا در پزشکی دارن استفاده میشن، ما مستندات زیادی نداریم، پس خود این باید تجربه کنه مثل یک آزمایشگاه و از روی این تجربیات یاد بگیره و بتونه به اون نتیجه‌ای که مورد نظرش هست برسه. خب بذاریم ببینیم چی میشه، ولی خیلی بحث داغیه الان این قضیه و به خاطر اینکه همه چیش وابسته به اون اطلاعاته، پس همیشه دقیق هم نیستش. حجم زیاد اطلاعات باعث گیج شدن سیستم هم میشه. برای همین اینکه ما چجوری با یک هوش مصنوعی کامیونیکیت بکنیم، اینکه ما با یک هوش مصنوعی چجوری صحبت بکنیم و خودمون رو توصیف بکنیم خیلی مهمه. در هوش مصنوعی مولد برای دلیل وجود حجم اطلاعات زیاد، هر سوال میتونه از راه‌های مختلف به جواب برسه. شما وقتی یک سوالی مطرح میکنید، اگه سوالتون رو دقیق نگید و کامل اطلاعاتش رو بهش ندین، اطلاعات مرتبط رو بهش ندین، خب هوش مصنوعی بر اساس اون دیتاها شروع میکنه تحلیل کردن و جواب به شما میده. در ادامه بتونم یه توضیح غیر فنی هم میدم که هوش مصنوعی، اصلا هوش مصنوعی بلخص مولد چجوری کار میکنه. یه ترس دیگه ای هست اینه که کار منو میگیره، جای منو لحاظ کاری، یعنی take my job. ببینید حرف جالب، یه جمله خیلی معروفی الان میچرخه تو دهنا، اینه که هوش مصنوعی جای شما رو نمیگیره، ولی کسی که بلد از هوش مصنوعی استفاده کنه میاد جای شما رو میگیره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دانش استفاده از ابزار هوش مصنوعی الان خیلی داغه و خیلی ضروری هستش. توجه کنید چند وقت سالیان پیش که کامپیوتر کم کم وارد بازار عمومی شد و هر کسی تونست از هوش مصنوعی کامپیوتر استفاده بکنه، کم کم کسایی که کامپیوتر بلد بودن جایگزین کسایی که کامپیوتر بلد نبودن شدن و کسانی که بلد نبودن رفتن کامپیوتر یاد گرفتن. حالا بعضی تخصصی تر، بعضی وارد برنامه نویسیه که مثل من خب خیلی دیگه زندگیش رو کارش شد کامپیوتر، اما تو حوزه کسب و کار و برای عموم جامعه لزوم نداره تخصصی وارد یه سری مسائل بشین. همینطور هوش مصنوعی، الان یه سری ما افراد خبره هوش مصنوعی داریم که بلدن مدل‌های هوش مصنوعی رو استفاده کنن، بلدن مدل‌های هوش مصنوعی رو آموزش بدن برای کارهای خاص، ولی عموم جامعه نیازی نداره همچین چیزی رو یاد بگیره. عموم جامعه نیاز داره که یاد بگیره از این ابزار درست استفاده کنه، چون یه ابزاره، یه وسیله بسیار قوی و هوشمنده، از لحاظی که دیتا داره، از لحاظی که الگوریتم‌های خیلی قوی پشتش هست و نحوه استفاده از این خیلی مهمه و نحوه استفادهش هم خیلی راحته، فقط ازش استفاده کنید. با سعی و خطا میبینید که دارین اشتباه میکنید و یاد میگیرید. البته یه سری کورس‌ها هم هستش که الان دارن آموزش میدن که چجوری پرامپت بگیریم. پرامپت همین قسمتی هستش که شما توصیف میکنید، باش در ارتباطیم و براش مینویسید و در کنار اونم داره روش‌های بهتری میاد که حتی با کمترین گفتار و کمترین توصیف شما هم بتونه یاد بگیره. یه نکته خیلی جالبی که من در رابطه با هوش مصنوعی مولد دوست دارم اینه که الان به دلیل ارتباطش با مدل زبانی ما حتی داره نحوه حرف زدن ما، نحوه کامیونیکیت کردن و ارتباطات ما رو هم تغییر میده. یعنی من به عنوان یک انسان با یه انسان دیگه وقتی میخوام صحبت کنم، خیلی وقتا ما پیش‌فرضایی داریم که حرفمون رو کامل نمیزنیم. احتمالاً اکثریت اینو تجربه کردن. حرفایی میزنیم که خیلی خلاصه هستش، توصیف نمیتونیم بکنیم منظورمون رو و این نوع ارتباط موفقی نیستش. اما در هوش مصنوعی به خاطر اینکه در لحظه جوابو میگیریم و جواب شاید نادرست باشه و خیلی هوش مصنوعی مؤدبه، داره کمک میکنه که نوع ارتباط ما هم با خودمون حتی عوض بشه، یاد بگیریم چجوری بیشتر خودمون رو توصیف کنیم، چجوری محتوای مرتبط با سوال و موضوع رو بیشتر در اختیار هم دیگه قرار بدیم. AI جنراتیو AI یا کلا AI دشمن ما نیستش، کاملا دوست ما هستش، ابزار هستش، کمک ما هست، اسیستنت ما هستش. برای همین بهتره که البته ما تقریبا میتونیم بگیم آپشنی نداریم، هیچ اختیاری نداریم، ما باید
باهاش پارتنر بشیم، باید باهاش همکار بشیم. تو همه بازارها داره وارد میشه، توی همه کاربردها و اپلیکیشن ها داره وارد میشه، روی کامپیوتر هست، رو موبایل هست، رو هر جایی که شما میرید میبینید هستش. ببین رو اینستاگرام حتی میرید شما میبینید که AI داره کمکتون میکنه متن بنویسید، جستجو بکنید. متا AI تو تمام اپلیکیشن های متا الان اومده. روی گوگل همینطور هستش، روی مایکروسافت هستش. مایکروسافت که به نظر من تو این قسمت خیلی پیش رو بود، به محضی که اوپن ای آی معروف شد، یعنی معروف شد که جی پی تی 3.5 رو ریلیز کرد و انقدر سر صدا کرد، ظرف 2-3 ماه مایکروسافت باهاش دیلش رو بست و اشتباه نکنم نزدیک 48-49% از اوپن ای آی خرید. اون موقع باز اگه عددش درست یادم باشه 280 بیلیون دلار ارزش گذاری اوپن ای آی بود که مایکروسافت اون رو خرید و بخشی از اون رو خرید و اونو سریعا وارد اکوسیستم مایکروسافت کرد. وارد اکوسیستم مایکروسافت منظورم اینه که تمام اپلیکیشن های آفیس رو اضافه کرد، آروم آروم آوردش به قسمت، حالا قسمت های فنی تر سیستم اضافه کرد، تو کلادش اضافه کرد، توی چت باتش اضافه کرد و از همه مهمتر اضافهش کرد به بینگ سرچ انجین، موتور جستجوی بینگ. و نظر شخصی من اطلاعات ندارم، گوگل خیلی عقب افتاد. خود من یکی از پشتیبانای گوگل هستم، فنای گوگل هستم، ولی اون موقع باعث شد که من سویچ کردم رفتم روی کوپایلوت بینگ. از بینگ خوشم نمیاد، همچنان از گوگل سرچ انجین بیشتر خوشم میاد، ولی کوپایلوت واقعا معرکه است، به خاطر اینکه سوال و جواب میده و حتی مراجعش هم نشون میده. قشنگ که به نظر من الان یکم داره احمق میشه، احمق شده، جوابای درست نمیده، شرورم زیاد میگه، ولی در اون زمانش خیلی سریع اومد جلو. خب بعد گوگل جمنای رو اضافه کرد و جمنای هم الان خیلی قوی هستش. در کنار اون خب چت جی پی تی خیلی قوی تر شد، وصل شد به سرچ انجینا، الان سرچ میکنه، اطلاعات به روز میگیره. پرپلکسیتی اشتباه نکنم مثلا، اونم یه چت بات دیگه هستش که اونم خیلی قوی هستش و از چندین سورس جمع آوری میکنه، اطلاعات جواب میده. خب هی گسترش پیدا کرد، ولی مایکروسافت خیلی سریع وارد این بازی شد. یه نکته‌ای که در رابطه با هوش مصنوعی دوباره میخوام در موردش صحبت کنم اینه که هوش مصنوعی یک برنامه کامپیوتریه، ولی تفاوت اصلیش اینه که برنامه‌های کامپیوتر معمول برنامه‌های قطعی هستند، دترمینیستیک هستند. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما وقتی این دکمه رو میزنید یک عملیات پشتش طراحی شده که اون انجام میشه. به این سیستم میگن دترمینیستیک یا قطعیت. شما میدونید که 100 بار دیگه این دکمه رو بزنید همون اتفاق میفته. تعریف شده وجود داره، همه چی تعریف میشه. ولی در دنیای هوش مصنوعی و جنراتیو ای آی که یکی از مدل‌های هوش مصنوعی هستش، دنیا بر اساس پروبابیلیستی، بر اساس آمار و احتمال هستش. یک ریاضیات پیچیده‌ای هستش که هر لحظه داره بر اساس دیتا، حجم اطلاعات، ورودی‌ها، تصمیم‌هایی میگیره که این تصمیمات میتونه دائما تغییر بکنه. پس باید ما در نظر بگیریم این، ببینید این یه چیزیه که ما کاربرهای هوش مصنوعی باید در نظر بگیرن. کاربر هوش مصنوعی وقتی از این همچین سیستمی استفاده میکنه، مفهوم 100% درست کاملا یه چیز غیر منطقیه. من یه مشکلی که با همکارم داشتم این بود که ما تست‌های زیادی رو سیستممون میکردیم و میگفتیم ارزیابی کنید و ما ارزیابی اونا رو چک میکردیم و نگاه میکردیم خب چه اتفاقی میفته. وقتی شما با دیدگاه برنامه‌نویسی سنتی، حالا من میگم سنتی یا متعارف، برنامه‌نویسی متعارفی که الان هست شما نگاهش بکنید، این برنامه متعارف شما همیشه دنبال 100% جواب هستید. اما اگر به شکل آمار احتمال نگاش کنید میبینید که این 100% جواب به شما نمیده، ولی یک جوابهای بسیار زیبا نزدیک به 100% میده. این نزدیک برای ما اولش نزدیک 60% بود که بعدا ما با تغییراتی که تو سیستم انجام دادیم و خب ما از کوپایلوت مایکروسافت استفاده کردیم، البته چند مدل دیگه هم استفاده کردیم و نهایتاً به کوپایلوت مایکروسافت اولویت بیشتری دادیم. بعد از آپدیت کوپایلوت مایکروسافت به چت جی پی تی 4.0 و تغییراتی که ما خودمون تو کانفیگوریشن و سیستممون انجام دادیم و یه سری کدای جدید بهش اضافه کردیم، تونستیم این دقت رو به نزدیک 92-93% برسونیم. ارزیابیمون هم بر اساس کاربر بودش، بر اساس فیدبکی که کاربر به ما میداد.
اتفاقی که افتاد چی بود؟ درسی که ما گرفتیم اینه که شما باید نگاهتو به هوش مصنوعی مولد درست داشته باشی. به هوش مصنوعی مولد حجم زیادی دیتا داره به عنوان اسیستنت، به عنوان همکار بسیار قویه، ولی اگه بخوای اختیار 100% بهش بدی، خب جوابش با جوابهای شما خیلی میتونه فرق بکنه. و برای همین فهمیدیم که آقا این پروبابلیستیک و ست اکسپکتیشن بسیار مهمه. اینکه کاربر دیدگاهش رو با دیدگاه درست از این سیستم استفاده کنه خیلی مهم هستش. من یه آخر این بحثمون دوست دارم یه قیاسی داشته باشم هوش مصنوعی مولد و با هوش انسانی. اگه بخوایم متوجه بشیم به زبان ساده که هوش مصنوعی مولد چجوری کار میکنه، سیستمش از شبکه‌های عصبی استفاده میکنه. شبکه‌های عصبی دقیقاً سیستمی که مغز داره استفاده میکنه. مغز مجموعه‌ای از یک سری نرون هستن که این نرون ها به همدیگه کانکت هستن، وصل هستن، و وقتی یه ورودی از زبان شما، از چشمان شما، از گوش شما، کلا سیگنال های ورودی وارد مغز میشه، این مثلا چشم به عنوان یک سنسور تصویر رو تبدیل به سیگنال میکنه، سیگنال به مغز ارسال میشه و مغز شروع میکنه توی اون شبکه جوابش رو به دست میاره و وقتی جواب رو به دست میاره برمیگردونه سیگنال رو به سنسورهای دیگه‌ای که ما در بدنمون داریم. مثلا فرمان میده به عضلات تبدیلش میکنن به سیستم مکانیکی، یا سیگنال میده به زبان که ما تبدیلش میکنیم به سیگنال صوتی. عین همین رو جنراتیو ای آی داره. حالا من یه تصویر شیر میکنم اینجا ببینیم، ولی خب برای کسایی که صوتی گوش میکنن براشون توضیح میدم که خیلی راحته. توی این مدل جنراتیو ای آی ما یک LLM داریم که بهش میگن لارج لنگویج مدل، یه سیستم مدل زبانی بزرگ. این در اصل شاکلید اتفاقاتیه که توی این دنیای جدید افتاده. این آداپتوری هستش، تبدیل کننده‌ای هستش که زبان ما رو میفهمه و به ماشین تبدیل میکنه. یک حجم زیادی از اطلاعات و کلمات و گرامرها توی این قسمت هستش که این قسمت ما جمله رو که بهش میدیم جمله رو تبدیل میکنه. اصطلاحاً وقتی شما یه متن رو میدیم پری پروسسینگ میکنه و انکدینگ میکنه. انکدینگ دقیقاً کاری که چشم میکنه، تصویر رو میگیره تبدیل به سیگنال میکنه. اینجا ما میایم به مقایسهش به این شکل هستش که متن رو میگیره تبدیلش میکنه به فرمتی که اون شبکه‌های عصبی میفهمه و وقتی که این رو به شبکه عصبی خوراک رو میده، شبکه عصبی شروع میکنه تحلیل کردن این و تمام این نرون ها تحلیل میکنن اطلاعات رو و خروجی رو به ما برمیگردونن. اما این خروجی هنوز به زبان ما تبدیل نشده. مثل همون سیگنالی که مغز میفرسته مثلا به عضله یا به زبان، یک سیگناله، یک فرمتیه که این شبکه عصبی میفهمه و حالا این شبکه عصبی ما میان با دیکودر و پست پروسسینگ اینو تبدیل میکنیم به اون متنی که ما میخوایم کاربر، یعنی زبان کاربرمون هستش. حالا در نظر بگیریم من اینجا مثالی که زدم مثال متن هستش. این مثال میتونه بره در قالب ویدیو، این مثال میتونه بره در قالب تکست و یه مثال خیلی زیبایی که من از کوشیار یاد گرفتم این بود که این مثال میتونه تبدیل بشه به پروتئین و دی ان ای، کاری که بچه‌ها دارن انجام میدن و روی بحث دی ان ای و مدل سازی پروتئین رشته های پروتئین دارن کار انجام میدن. خب حسابشو بکنید الان شما یک قابلیتی دارید که میتونه هر جوری دلتون میخواد حرف بزنید و بعد سیستم بره این حرفا رو تحلیل بکنه و برگردونه. اگر این بره در قالب دی ان ای، بره در قالب پروتئین ها و اون مولکول ها، من حالا خبره این کار نیستم ولی چیزی که برداشتم این بود خب تمام این ترکیب ها میره تو شبکه عصبی و میتونه ترکیب های مختلف رو از توش در بیاره به سرعت و نتیجه دلخواه بر اساس اون هدفی که ما تصویر کردیم براش رو به دست بیاره و اون خروجی های متنوع رو به ما بده. خیلی دنیای جالبیه، خیلی دنیا
به نظر من سرعت تغییراتش به دلیل این اتفاقاتی که افتاد. هوش مصنوعی چیز جدیدی نیستش. به عنوان گروه هوش مصنوعی، حتی هوش مصنوعی شبکه عصبی هم چیز جدیدی نیستش، مدل های زبانی هم چیزای جدیدی نیستن، ولی ما رسیدیم به این نقطه از تاریخ که مدل های ریاضی خیلی قوی شدن، قدرت پردازش خیلی زیاد شد و تونستیم که حجم بسیار زیادی از اطلاعاتی که سالهای سال داره تو اینترنت تولید میشه رو جمع آوری کنیم و بتونیم تبدیلش کنیم به در اصل دیتاهای قابل استفاده این سیستم. خب با ترکیب این سه پارامتر شد که ما یه دفعه رسیدیم به نوعی، حالا بگم این تحول یا انقلابی که توی جنراتیو ای آی پیش اومد و از الان به بعد داره سریعتر هم میشه، به خاطر اینکه اگه حالا استاک مارکت رو پیگیری کنید، خب مثلا کوانتوم کامپیوتینگ داره خیلی رشد میکنه. تنها دلیل آره من میتونم بگم شاید بزرگترین دلیلش فقط و فقط به خاطر هوش مصنوعی هستش، به خاطر اینکه نیروهای پردازشی زیادی میخواد. از اونور بحث انرژی داره تغییر میکنه، به خاطر اینکه هوش مصنوعی دوباره یه عالمه نیاز به انرژی داره. از اونور حجم سیستم‌های دیتا استوریج داره تغییر میکنه، به خاطر اینکه ما حجم زیادی از دیتا میخوایم. جی پی یو مثلا شرکت مثل انویدیا داره خیلی رشد کرد، به خاطر اینکه این مجموعه نیاز به پردازش‌های مثل سیستم انویدیا داره. تمام صنایعی که مرتبط به هوش مصنوعی هستند در سالهای آینده بسیار رشد خواهند کرد و متحول خواهند شد. اگر دوست دارید که بیشتر در مورد این قضیه و چیزهای مرتبط با هوش مصنوعی آگاهی داشته باشین و به روز باشین، من 2 پیج بهتون معرفی میکنم. یکی پیج کوشیار هستش که بسیار پیج خیلی خوبی هست و اطلاعات خیلی جالبی میذاره. گاهن یه مقدار فنی هستش ولی به طور کل مفاهیم جالبی رو داره. حالا امیدوارم خسته کننده نباشه. یکم پیج مریم صادقی هست، اینم بهتون توصیه میکنم چک کنید، ولی این پیج تخصصی تری هستش، بیشتر حوزه فنی صحبت میکنه. هدف منم اینه که بتونم بیشتر از اینجا به بعد یه مقدار به زبان خیلی ساده مباحث رو بگم و خود منم اصلا پشن و علاقه‌مندیم به هوش مصنوعی توی نحوه استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای روزمره هستش. حالا هم کاربردهای روزمره هم کاربردهای کسب و کار، و دوست دارم کمتر به بحث فنیش بپردازم و بیشتر به بحث‌های بیزنسیش بپردازم. بسیار عالی. حالا تا قسمت‌های بعدی که خبرهای جدید و اتفاقات جدیدی که می‌بینم برام جالب هست و باهاتون به اشتراک میذارم. مرسی.